فکر کن یه روزی از زندان سر در بیاری، با هر خلافی که فکر میکنی بیشتر احتمال انجام دادنشو داشتی و حالا بهت حبس بالای 20 سال خورده و الانم موقع هواخوری روی نیمکت داغ تو حیاط زندان نشستی و نگاهت به دیوارهای بلند زندانه که بالاش سیم خاردار کشیدن و دوتا برجک کنارشون که نگهبان با اسلحه دستش داره نگهبانی میده و تو فقط به یه سوال فکر میکنی: آیا اصلا میشه از این خراب شده فرار کرد؟ اگه فکر میکنی فرار از زندان فقط توی فیلم‌ها ممکنه، صبر کن. مایکل اسکافیلد فقط یه شخصیت سریالی بود، اما توی دنیای واقعی هم آدمایی بودن که فرارشون افسانه‌ای شد. توی این ویدیو 5 تا از عجیب‌ترین، باهوش‌ترین و حرفه‌ای‌ترین فرارهای واقعی از زندان رو با هم مرور می‌کنیم. از فرار با قاشق گرفته تا فرار با هلیکوپتر. پس با من همراه باش. شماره 5: فرار از آلکاتراز با قاشق. آلکاتراز معروفترین زندان آمریکا به صخره معروف بود، جایی که هیچ کس تصور نمی‌کرد ازش بشه فرار کرد. اما در سال 1962 سه زندانی به نام‌های فرانک موریس و دو برادر کلین آنگلین کاری کردن که هنوز یکی از بزرگترین معماهای تاریخه. این سه نفر با قاشق‌هایی که به سختی به دست آورده بودن، به آرومی و مخفیانه دیوارهای سلولشون رو سوراخ کردن. برای اینکه نگهبانا فکر کنن اونا هنوز توی سلولن، کله‌های تقلبی ساختن و روی بالش گذاشتن. بعد از سوراخ کردن دیوار، از تونل‌های مخفی پشت دیوار سلول به سیستم کانال‌های تهویه رسیدن. اونا از پشت بوم زندان گذشتن و با یه قاشق دستساز از جزیره فرار کردن. هیچ رد قطعی از اونا بعد از فرار وجود نداره. هنوزم معلوم نیست زندن یا مرده و همین راز این فرار رو افسانه‌ای کرده. شماره 4: فرار از زندان آلتیپلانو. سال 2015 یکی از عجیب‌ترین و حرفه‌ای‌ترین فرارهای زندان رقم خورد. زندانی توی مکزیک که برای نگه داشتن خطرناکترین خلافکارهای کشور ساخته شده بود، با دیوارهای بتونی چند لایه، دوربین‌های 24 ساعته و نگهبان‌هایی که حتی اجازه تماس چشم در چشم با زندانی‌ها رو نداشتن. اما آلچاپو، سلطان قاچاق مواد مخدر، نشون داد هیچ دیواری جلوش دووم نمیاره. یه شب دوربین‌ها نشون داد که آلچاپو وارد دوش حموم سلولش شد و بعدش دیگه هیچ وقت بیرون نیامد. چند دقیقه بعد مشخص شد کف حموم یه سوراخ بزرگ بوده که به یه تونل مخفی ختم می‌شد. اما نکته جالب ماجرا اینجاست تونلی که از زیر زندان شروع شده بود حدود 1.5 کیلومتر طول داشت و مستقیم به خونه متروکه در بیرون از زندان میرسید. این تونل نه تنها نور و سیستم تهویه داشت، بلکه یه موتورسیکلت روی ریل هم داخلش نصب شده بود که آلچاپو باهاش فرار کرده بود تا کمترین زمان ممکن رو تو تونل باشه. اوج ماجرا اینجاست که معلوم شد حفاری این تونل از ماه‌ها قبل و با دقت میلیمتری انجام شده بود و با کمک مهندس‌ها نقشه‌های زندان و احتمالاً همکاری افراد داخل سیستم. این فرار مثل ضربه سنگین بود به امنیت زندان‌های دنیا و تا مدت‌ها توی خبرها و تحلیل‌های جنایی سر زبون‌ها بود. شماره 3: فرار با هلیکوپتر در زندان فرانسه. اگه یه فیلمی میدیدی که یه هلیکوپتر وسط روز روشن بیاد داخل زندان و یه زندانی رو فراری بده، شاید میگفتی این فقط یه فیلم هالیوودیه، ولی واقعا اتفاق افتاده. اونم نه یه بار بلکه چند بار. یکی از معروفترینش مربوط به پاسکال پایه، یکی از خلافکارهای خطرناک فرانسویه. ماجرا از این قراره: پاسکال سال 2001 در یک زندان فوق امنیتی بالا در فرانسه زندانی بود. یه روز عادی مثل همیشه، آسمون صاف و آفتابی بود. زندانی‌ها توی حیاط در حال هواخوری بودن که یه هلیکوپتر از دور نمایان میشه. هیچکس جدی نمیگیره، چون هیچکس فکر نمی‌کرد ممکنه این پرنده برای فرار باشه. ولی این دقیقاً همون چیزی بود که پاسکال برنامه‌شو کشیده بود. هلیکوپتر که توسط دو همدست مسلحش اجاره شده بود، مستقیم به سمت حیاط زندان میاد و دقیقاً همون لحظه‌ای که نگهبان‌ها گیج و مبهوت بودن که چیکار کنن، میشینه پایین. یکی از افراد با اسلحه جلوی نگهبان‌ها وای میسته. پاسکال میدوه سمت هلیکوپتر و سوار میشه و پرواز میکنن. فرار طوری حساب شده بود که نگهبان‌ها حتی فرصت شلیک هم نداشتن. اون لحظه همه تو شوک بودن و پاسکال خیلی شیک وسط روز روشن از زندان پرید بیرون. جالب اینجاست که چند سال بعد همون پاسکال دوباره دستگیر شد و حدس بزنید که چی شد؟ دوباره با هلیکوپتر فرار کرد. فرار کارلوس با جعبه ساز. تصور کن توی یکی از امن‌ترین و دقیق‌ترین کشورهای دنیا یعنی ژاپن زندانی بشی. هر روز با نظارت شدید نگهبان‌ها، دوربین‌های مداربسته و حتی محدودیت در تماس با دنیای بیرون. حالا چطوری ممکنه از همچین جایی فرار کرد؟ اونم نه یک خلافکار ساده، بلکه یک مدیر عامل بزرگ جهانی. کارلوس کوش، رئیس سابق شرکت نیسان، به جرم تخلف مالی دستگیر شده بود و تو حبس خونگی سختگیرانه در ژاپن زندگی می‌کرد. اما اون یه نقشه عجیب و خفن کشید که باور کردنش سخته. تو روز کریسمس کارلوس با
همکاری یک گروه حرفه‌ای از مزدورها و موزیسین‌های ساختگی وانمود کرد که کنسرت قراره برگزار شه. یکی از اعضای گروه یه جعبه بزرگ مخصوص حمل ساز همراه داشت. وقتی کنسرت تموم شد، اون جعبه خالی نبود. کارلوس خودش رو توی اون جعبه قاچاق کرده بود، در حالی که نفس کشیدن سخت بود و هیچ ارتباطی با بیرون نداشت. جعبه با پرواز خصوصی از فرودگاه اوزاکا به ترکیه منتقل شد و از اونجا کارلوس با مدارک جعلی به لبنان رفت، کشوری که با ژاپن قرارداد استرداد مجرم نداره. این فرار انقدر عجیب بود که حتی بهش لقب فرار هالیوودی دادن. از اون فرارایی که حتی اگه توی فیلم ها ببینی میگیم محاله واقعیت داشته باشه. فرار دوم 1934 جان دلینجر توی زندان کروم پوینت گیر افتاده بود. اون با تیکه چوب یا صابون تراشیده شده چیزی شبیه تفنگ ساخت و رنگ سیاه بهش زد تا واقعی به نظر بیاد. جان اول نگهبان سلول رو تهدید کرد و باعث شد در سلول باز بشه. بعدش اسلحه واقعی نگهبان‌ها رو گرفت و کل کنترل زندان به دست خودش افتاد. با عجله از نگهبانای دیگه هم رد شد و با ماشین زد بیرون. تصور کن یه تفنگ اسباب بازی تونست یه زندان فوق امنیتی رو شکست بده. این فرار کوتاه ولی باهوشانه و پر از لحظات نفسگیر هنوزم یکی از مشهورترین فرارهای تاریخ امریکاست. و اما شماره 1 زندان ایلام، ایران. سال 2010 چند نفر مسلح با 2 ماشین رسیدن نزدیک زندان ایلام. یه آرپیجی آوردن و به دیوار شلیک کردن. بخش بزرگی از دیوار با انفجار فرو ریخت. همه جا آشفتگی و هرج و مرج شد. نگهبان‌ها و زندانی‌ها گیج شدن. در همین موقع 2-3 تا زندانی با سرعت برق‌آسا از دیوار شکسته زدن بیرون و ناپدید شدن. نیروهای امنیتی سریع رسیدن ولی فراریان ناپدید شدن قبل از اینکه کسی بفهمه. این فرار جسورانه و پر از هیجان و خطرناک هنوز هم یکی از عجیب‌ترین فرارهای زندان در تاریخ دنیاست. احتمالاً زندانی‌هایی که قصد فرار داشتن از مدت‌ها قبل به صورت تلفنی با دوستانی که در بیرون داشتن این فرار رو برنامه‌ریزی کرده بودن. اما به بهانه پخش سریال وحشی از هومن سیدی جا داره که در رابطه با فرار داوود اشرف هم بهتون بگم. زندان رجایی شهر کرج که یکی از امنیتی ترین زندان‌های ایرانه، علی اشرف پروانه با 2 همراه به نام‌های اردشیر و صدیق تقریباً 3 سال با قاشق ابزارهای ابتدایی تونلی حدود 18 متر رو توی دل زمین حفر کردن. اونا رژیم خاصی گرفتن تا وزن بدنشون کم شه و بتونن از تونل باریک عبور کنن. در خرداد 1384 بعد از آماده شدن تونل لباسای پلاستیکی دستساز پوشیدن و از مسیر فاضلاب زندان خودشون رو به بیرون رسوندن. این فرار پیچیده باعث شد بهش لقب مایکل اسکافیلد ایرانی داده بشه. اگه دوست داشتی میتونیم درباره این فرار و جزئیات بیشترش یک ویدیو اختصاصی بسازیم. حالا یه لحظه فکر کن، اگه تو جای یکی از این آدما بودی فرار میکردی یا شاید یه نقشه خفن‌تر تو سرت داشتی؟ توی کامنت ها بنویس ببینیم ذهن خلاق تو چه راهی پیدا میکرد. اینجا توی کانال زوم کن میریم سراغ کلی موضوع خفن و جذاب که دونستنش تو رو از بقیه خیلی جلو میندازه. پس اگه تا اینجا از این ویدیو خوشت اومد لطفاً این ویدیو رو لایک کن و کانال رو هم سابسکرایب. مرسی که تا اینجا همراه ما بودی. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.